فصل اول. احتیاط در نطفه، یعنی آب پشت پدر. وقتی که نطفه در پشت پدر است و بعد از آن در رحم مادر می گذرد، پدر و مادر گفته های زیرین را باید رعایت نمایند. پدر اول در لقمه خود احتیاط کند تا نطفه ای که حاصل می شود و فرزندی که پیدا می شود حلال زاده آید. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که لقمه خود را پاک دارید، زیرا فرزندان شما از اثر لقمه های شما اند. در وقتی که فرزند در رحم مادر باشد، باید مادر او را از حرام و شبهه پرهیز فرمایند تا ثمر آن در نفس فرزند ظاهر گردد. گویند که اراده حق تعالی می شود برای موجود کردن وجود. خداوند تعالی دل مرد را به جماع، یعنی همخوابگی کردن، مقید می گرداند. چون آب پدر از پشت و آب مادر از سینه بیرون می آید، آنجا که از این دو آب جمع می شود، بعد 40 روز به خون تبدیل می شود و بعد از 40 روز آن گوشتی بسته می شود و بعد از 40 روز دیگر حق سبحانه و تعالی در آن گوشت استخوان می آفرد و صورت می بندد و رزق و اجل و سعادت و شقاوت او را فرشته می نویسد. بعد از 4 ماه در آن شکل جان یعنی روح در قالب او به امر پروردگار می درآید. پس از راه ناف خون روزی وی می گردد. اگر همه طبیبان جمع شوند، هیچ کودکی را از شکم مادر نتوانند بیرون آوردن، چنان که راه بیرون آمدن آدمی را خداوند جهان آسان گردانیده است. گویند که چون کودک در شکم مادر است و وقتی زادن او فرا می رسد، آن کودک مناجات می کند که خداوندا مرا از این مقام خوش بیرون مکن. فرمان در رسد که از برای پروردن تو خدمتگاران نیکو آفریده ام، خاطر خود را خوش دار و بیرون آی. در حقیقت پدر و مادر برای فرزند بهترین خدمتگارند. ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بنده را. چو پاک آفریدد به هوش باش و پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک. چو در ابتدا بودی آب منی، اگر مردی از سر بدر کن